دوری کنید از آدمایی که قدرتون رو نمیدونن، از آدمای قدر نشناس دوری کنید، چون آدم قدر نشناس فقط خودشو که از چشم شما نمیندازه، بدتر از اون کاری میکنه که خودتون از چشم خودتون بیافتید. خیلی تلخ میگفت منی که زیر دین هیچ احدی نمیرفتم، تو با من کاری کردی که الان مدیون خودمم، مدیون همه اون عشق و علاقه و مهری که من خرج تو کردم و تو ندیدی و میشد اینا سهم خودم بشه، یا حداقل سهم آدم لایقش بشه. من هر روز خودم رو سرزنش میکنم. آدم نالایق مثل این لیوانه. مگه میشه توی لیوان دریا جا کرد؟ نمیشه. میگه دریا در استکان کسی ریختن خطاست، از حد که بگذریم محبت ثواب نیست. پس به خاطر احترام به خودتونم که شده، از آدمای قدر نشناس دوری کنید. آره،